آیا آذربایجان جنوبی مستعمره است؟ در فصل نهم کتاب ملت‌ها چرا شکست می‌خورند می‌خوانیم: پس از زوال بردهداری، اروپاییان که نمی‌خواستند دستشان از منابع الماس و طلای آفریقای جنوبی کوتاه شود، به دنبال توسعه نفوذ خود در آن منطقه به شکلی نو بودند. آنها با مهاجرت گسترده خود محدوده آفریقای تباران را روز به روز محدودتر کردند. آنها دو سیاست عمده را در پیش گرفتند که شامل هویت زدایی و فقیرسازی آفریقایی تباران بود. یکی از راه‌های تحریف هویت آفریقایی و لفاظی‌های رژیم آپارتاید این بود که بومیان آفریقایی ساکنان تاریخی آن منطقه نبوده و آنان در واقع بدون اینکه خود بدانند بانتو هستند که از شرق نیجر به آن منطقه آمدند. دومین سیاست رژیم آپارتاید مربوط به فقیر کردن آفریقایی‌ها و جلوگیری از توسعه کشاورزی بود، زیرا فقیرتر شدن مردم آفریقا عرضه نیروی کار ارزان را برای رژیم آپارتاید تضمین می‌کرد. بنابراین آفریقای جنوبی عملاً به دو بخش فقیر با اقتصادی سنتی و بخش ثروتمند با اقتصادی صنعتی تقسیم شده بود. فقر، بیسوادی و فناوری پایین ریشه در سیاست رژیم آپارتاید داشت تا از رشد آفریقایی تبارها جلوگیری کند تا بر اساس تئوری اقتصادی لوئیس نیروی کار ارزان و بیسواد برای کار در مزارع و معادن فراهم شود. همچنین دولت قانون تحصیلی بانتو را تصویب کرد که بر اساس آن تحصیلات عالی برای سیاهان ممنوع شد. سیاهان حق نداشتند در مشاغلی همچون تجارت و مهندسی و یا به عنوان کارگر ماهر استخدام شوند. همچنین آنها نمی توانستند در اداره امور دولتی نقشی داشته باشند و سپیدپوستان بر تمام نهادهای سیاسی حاکم بودند. مشابه این رفتار در مستعمرات هلند نیز وجود داشت که به مستعمرات اجازه داده نمیشد تا محصولات خاصی از جمله ادویه که درآمد و سود بالاتری داشت کشت شود و به جای آن اغلب کشاورزان مجبور به کشت غله بودند. در جغرافیای ایران نیز بخش صنعتی در مناطق مرکزی ایران توسعه یافته و آذربایجان جنوبی اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی، معدن و صنایع کوچک است. اکثر اراضی کشاورزی آذربایجان جنوبی به کشت گندم اختصاص داده شده است تا امنیت غذایی جغرافیای ایران تأمین شود. سالانه ده‌ها هزار کارگر از آذربایجان جنوبی به دلیل شرایط اقتصادی آن منطقه مجبور به مهاجرت و اشتغال به عنوان نیروی کار ارزان در مناطق مرکزی جغرافیای ایران هستند. همچنین سیاست تحریف هویت و تاریخ ملت ترک آذربایجان جنوبی نیز همانند یک قرن گذشته پابرجاست.